سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. این یه ولاگ 1-2 روزه از یه زندگی خیلی خیلی عادیه. چون خیلی اعتقاد دارم به نگه داشتن یادگاری ها، تصمیم گرفتم یه دونه نویس پر شده بود و اینطوری جدا کنم و توی یه شیشه نگهشون دارم. سریع حاضر شدم زدم بیرون چون باید بریم جایی و چون خیلی دوره باید با مترو برم. اینجا به نظرم لوکیشن جالبی بود برای عکاسی. رسیدم به سالن بسکتبال که قرار بود از بازیشون فیلم برداری کنم و پخش زنده داشته باشیم. اولین بار بود که مسابقه بسکتبال رو از نزدیک دیدم. اینکه دختر بودم جذاب ترشم کرد. موقع بیرون اومدم بهم غذا دادن و من چون خیلی گشنم بود و باید دوباره میرفتم تو مترو، همینجا کنار اتوبان یه کمی ازش خوردم. از اونجا رفتم باغ کتاب چون که بلیت تئاتر داشتیم و من خیلی براش هیجان داشتم ولی زودتر رسیدم و یه کمی منتظر شدم تا دوستم بیاد. چون چند وقت اخیر ذهنم واقعا شلوغ بوده ترجیح دادم که یه چند دقیقه رو اینجا توی خلوت باشم، با اینکه خیلی سرد بود ولی خب داخل خیلی شلوغ بود همینطوری که میبینید، چون جمعه بود و پر از آدم بود اونجا. بالاخره یکی از دوستان اومد ولی چون هنوزم وقت داشتیم رفتیم کافه و یه دمنوش خوردیم. بالاخره رفتیم تو سالن انتظار تئاتر و اونجا هم خیلی شلوغ بود دیگه. بلیطمون نشون دادیم و رفتیم داخل
من چون خیلی سابقه ربر دوست دارم واقعا برش هیجان داشتم. من نمیدونم تنش سردتر یا جایی که توش خوابیده، ولی دلم میخواست خودش اینجا باشه وقتی در موردش حرف میزنم. کدومتون تا حالا شوهری رو دیدیم که شب و پیش زن مردش بمونه؟ تو رو خدا بلاگمو نگاه کنید. بعدش رفتیم باغ غذا که یه چیزی بخوریم چون که خیلی گشتمون بود و انقدر خلوت بود که یه جوری شبیه صحنه فیلم ها بود. فرداش خیلی برف اومد، رفتم سر کار و اینجا هم تمام تمرکزم روی این بود که فقط نخورم زمین. من عاشق این حالتم که برف میشینه روی لباس ها، مخصوصا لباس تیره. اینم ویو محل کارمه که خیلی خوشگل شده بود با برف. عصرش رفتم یکم خوراکی خریدم که با همکارم یه جوری بگذرونیم و با هم قهوه خوردیم، خوراکی خوردیم و گپ زدیم و برگشتم خونه. خداحافظ.